هر کسی که امام طحاوی میگن هر کسی که داخل جنت شد این از فضل الله هست، از رحمت الله هست، و هر کسی که داخل دوزخ شد این از عدل الله هست. چون الله چی میگه؟ اینی حرمت ظلم علی نفسی، من ظلم رو برای خود حرام کردم. یگان نفر رو الله بیهوده داخل دوزخ نمی کند، اما الله به یگان ثواب هم با رحمت خود بعضی ها رو داخل جنت می کند، اگر خواهد که دربارش خطا نکنم پیشتر گفته بودیم. یا بعضی از عملهای کوچکی هست که شما به سبب همان عملتان، چه خیلی که میگویند زن به خاطر آب دادن به سگ فقط داخل جنت شد. و الله با فضل و با رحمتش داخل جنت میکند، با عدلش داخل دوزخ میکند. و این رو هم دانیم که وقتی که گفتیم الله با رحمتش داخل جنت میکند، اما باید برای این هم به ثواب هم عمل کنیم. یعنی همیشه نه من همین خیلی عادی داخل جنت میشوم، نه، سبب های جنت که ثواب هست اون رو چیکار کنیم؟ به دست آریم. چون الله میگه و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. هر کسی که عملهای صالح انجام میدهد در حالی که مؤمن باشد، چون کافر عمل صالح انجام دهد هم از اهل جنت نیست، مگر اینکه در دنیا چه خیلی گفته بودیم کافر هم اگر انسانی نکوکار باشد، عدل پروردگار است که در همین دنیا برایش پاداش خوبی هایش را میدهد. الله میگه هر کسی که مؤمن باشد و عملهای صالح، عملهای ثواب انجام دهد، و با او یگان ظلمم نمی شود و یگان خیل از ثوابش کم نمی شود. یعنی اصلا خواهرانی که عمل ثواب انجام می دهند یا هر مسلمانی که عمل ثواب انجام می دهد، اگر از بنده های الله به ما نگشت، به کسی خوبی کردیم عکسش بدی دیدیم، به کسی مثلا تمامی صدقاتمون رو کردیم یا گفتیم صدقه های علمیمون رو کردیم، اما بر عوضش بدی دیدیم، گمان نکنید که با همین تمام است. نه، الله میگوید فلا یخاف ظلما ولا هضما. اصلا که تو بی ثواب نمیمانی. وقتی که به خاطر الله عملی رو انجام دادید، از انسان ها هیچ چیز ندیدید، هم یقین دانسته باشیم که ما چی میکنیم؟ خوبی همون رو در دنیا و آخرت، اگر یکی در دنیا نبینیم، حتما در آخرت از نزد پروردگار میبینیم. اما با انسان ها زیادیشان کارهای رو انجام میدیم و چیزی رو نمیبینیم، چون در انسان ها نه در همشان عدل و انصاف است. اما پروردگار همیشه عادل است، خوبی های ما بی پاداش نمیماند. و اما آنهایی که داخل دوزخ شدن، همین خیل که الله خواست داخل دوزخ شد، نه، اینجا رو هم باید بدانیم که الله میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. مصیبت هایی که به سر شما می آید، این من نیستم که از روی جور و ظلم به شما بدهم، بما کسبت ایدیکم، از دستی کارهای خودتان هست. یعنی آره بعضا امتحان می شود که شما همیشه در راه راست هستید اما به سرتان مصیبت آمد. این امتحان الله هست، چگونه که به سر پیامبران آمده بود، مانند بیمار شدنی حضرت ایوب، یا اینکه از دنیا زود رفتن فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا اینکه سجن شدن یوسف و دیگر پیامبران. اما اکثریت بجز امتحان باز بنده های عادی به سرمون بلاهای می آید. علل خصوص در دوزخ بدانید که الله همین خیل شما رو داخل دوزخ نمی کند. این چی است؟ به سبب همون گناه هایی که خودتان کرده بودید. پس اینجا هر کسی که داخل دوزخ شد، این رو میگیم این عدل پروردگار است، این از روی عدل و عدالت پروردگار است. اما آنهایی که اهل جنت هستند اساساً با فضل و با رحمت پروردگار است، برای آنکه عملهای بنده ها همیشه چی است؟ کم است.